نجیب در وقت دکتر نجیب سعادتمندترین انسانهای کره زمین بودیم. مکتب باز، فاکولته باز، کوپون ورسره، موتر ورسره، آزادی ورسره، مثل بهشت ور زندگی میکردیم. احمد شاه مسعود باروت آورد. ربانی باروت تحت نام چی؟ جهاد افغانستان، دفاع پاکستان. یعنی چی؟ سیکو به این آدم، هر کسی که به این آدم شما $2,500 گفت زدین به این گپش. टेररिस्ट का आदरस ये सारा पश्तून लोग है تروریست का आदरस सारा पश्तून लोग है. او بی ناموس. بیا تیم بساز بررسی میکنیم که از آدرس تروریست ما زیاد کشته شدیم یا تو بزاده سمرقندی بخارایی کلابی. بیا که ما در جنگ با تروریست زیاد قربانی دادم یا تو بزاده. در جنگ با تروریست قندهار ما قتل عام شد. در جنگ با تروریست هلمند ما قتل عام شد. در جنگ با تروریست فرای ما قتل عام شد. در جنگ با تروریست خوست و پکتیا و پکتیکای ما قتل عام شد. زابل ما قتل عام شد. ننگرهار ما قتل عام شد. تو بزاده خود بوتل شراب در دست بچه میرقصوندی. تو رامزاده تازی زنگ بسته میکردی میرقصیدی. تو چی وقت با تروریست جنگیدی؟ او تروریست داعشی. امی خلیلی و امی محقق و امی دانش اینمی کلانای هزاره یا خواب هستن، کر هستن، کور هستن، کجاستن؟ یا دمی 40 ساعت گذشته تو نشان بده یک عکس العمل از امی مردم برامه. با آمدن طالب صدمه که ما دیدیم جدت ندیده.